لطفا این ویدیو رو تا میتونید پخش کنید تا به دست این حرامزاده‌ها برسه و ببینن که دیگه جرئت نکنن از این گوها بخورن. اینکه خامنه‌ای حرامزاده حمام منصوری در این شکی نیست، اما از این خامنه‌ای حرامزاده‌تر این سیامک انصاری و مهران غفوریان بیشرف یک عمر نون نمک ایران رو خوردید، الان دارید به هویت ایرانی توهین میکنید. بر پدر و مادرتون لعنت که اینقدر بیزات و نمک به حرومید. جاویدنام امید سلک عکس خامنه‌ای حرامزاده حمام منصوری رو آتیش زد، این جوان رو کشتید. شما همه سکوت کردید حرامزاده‌های بیشرف. الان اومدید به هویت ایرانی هم توهین میکنید. شما چه جور بیشرفایی هستید؟ شما از کجا اومدید؟ شما ریشتون کجاست؟ شما از کجا پیداتون شده توی ایران؟ چرا بر نمیگردید با همون خراب شده‌ای که بودید؟ شما اگر هویت ایرانی رو قبول ندارید و ایرانی نیستید، گوه میخورید توی ایران فعالیت میکنید، زندگی میکنید. بیشرفا، ذات شما صیغه زاده ها توهین به هویت ایرانیه. از نداشته هاتون به داشته های دیگران حمله میکنید، مثل اجداد وحشیتون. لعنت بر مرده و زنده‌تون. شما از سگ هرزه هم کمترید.